به نام خدا با عرض سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو سرایش در بخش چی میگی تو خوش آمدین. در این بخش برنامه مهمان بسیار خوب خود را در برنامه با خود داریم که مهمان ما را برای شما معرفی میکنیم. نسیم جان هاشمی است، اون هنرمنده که شما با صدایش آشنایی دارین، بسیار زیبا میخونه، بسیار مقبول میخونه. نسیم جان عزیز بسیار زیاد خوش آمدی. خوشحال هستم که خودت امروز در برنامه دارم. یک دقیقه نسیم جان، چرا خارج سرما کدام گپ شده؟ کلاگه میگه امروزا بسیار جیگرخون هستی نسیم جان. خیرت باشه، خدا کنه که تنها نشده باشین. نسیم جان نگفتی برش که نرو دیگه؟ وقتی که گفتم میرم تو سعی کردی. خیلی نسیم جانو کپیش تو کار کرد، تو برش چیز گفتی نگفتی؟ تو را من دوست می‌دارم، تو میدانی نمیدانی. نسیم جان حالا خوب کار کرد، اگر تو کار میکردی تو چیز برش چی میگفتی؟ من میرم از این شهر از تو باش. چی میگی تو؟ اوه نسیم جان خاطر یک دختر شعر اعلام کرده میری، بسیار شرم است، به خدا بسیار شرم است. ما که گفتم ما بیادر نسیم جان عزیز در جنجال تو موندیم بخی. ما تو چیز گفتیم؟ دوست عزیز چیز گفتیم میشه؟ نگفتیم نه؟ تو مت ناقوریست نسیم جان. حتما تو کدام چیز برای گفتی که از پیش تو خار کرد؟ از پیش تو خار کرد، پیش ما خار نکرد. چی گفتی نسیم جان؟ با شرطی که گفتی چند باسم تو داغ دندان برای رویم نشینه. چی میگی تو؟ اوه خراب کرد گفتی نسیم جان عزیز. باید خور، هر کس می بود قار میکنه. خودم که وقت که قار کرد از پیش برش چی گفتی؟ دقیقه گپ خو نمیشه. خب برو خیر، حالا از اینکه کار کرده اگه دوست داشته باشه حتما پس می نسیم جان تشویش نکن. نسیم جان عزیز گمش که از این گپا میگذاریم کدام دفعه کدام لاف هم برش زره بودی یا نه؟ راست بگو. بری دنیا برم من اکی قراکوزنه. چی میگی تو؟ اوه نسیم جان بسیار لاف کلان زدی. خو خیر نسیم جان، لاف کلان خبر زدی، حالا از فامیل زو کس خبر شو باز چی میکنی؟ کسی که عاشق است از جان نترسد، که عشق از کنده و زندان نترسد. خو نسیم جان حالا هم لاف زدی هم دروغ گفتی برش، پس حالا چی تصمیم داری نسیم جان؟ یک دل میگه برو، یک دلم میگه نرو. خیلی نسیم جان بیخی دو دل هستی دیگه. بگومش که داخل برنامه سیم یک پیام تا بگو برش که اگه بشنوید قار خدابانو به طرف تو. لیریکا غموناجی لیریکا غمونا. خب تشکر نسیم جان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتی. از جک جان تشکر، وقت خوش داشته باشی. خدا نگهدار. خب دوستای عزیز تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. مهمان برنامه ما نسیم جان هاشمی بود. تا برنامه بعد خدا نگهدار.